سلام دوستان، اومدیم با آنباکس 6 تا پک. لایک ویدیو فراموش نشه، سابسکرایب حتما بکنید، زنگوله هم بزنید. ممنون که بهم انرژی میدید. خب بریم برای باز کردن پک ها. برن اینور. باز کردن پک اول، پک کریستیانو رونالدو آبی کم رنگ. بازش کنیم. خب بذاریمش اون طرف. زیکو و کاساکو، نمیدونم این بیسیک چیه. تو هرناندز و سانچز. زیکو پریمیر ورلد کاپ 99 جام جهانی. به به، کارتای خوبی گرفتیم، راضیم فعلا. بریم سراغ باز کردن پک بعدی. پک تو هرناندز، نه کلیان امباپه. خب بازش کنیم. خب رحیم استرلینگ و کلیان امباپه توتی. خب فهمیدم که گابریل بیسیکش هست و وین رونی. گابریل و وین رونی جابجاشید. خب بریم سراغ باز کردن پک بعدی. پک چمس دکران رایس. خب بازش کنیم. چمس ها معمولا خیلی بد باز میشن، کلنجاری داریم. و ما کی میتونه باشه؟ زلاتان شماره 4 فکر کنم. آیرن روبن برچسبش آیرن روبنه. و بله، زلاتان ابراهیموویچ 4. خب بریم سراغ پک تو هرناندز. خب آبی پررنگ. اوه پکش داغونه. یه ادوانس و یه بیسیک کریسپو و جمال موسیالا. حال نکردم اصلا، خوشم نیامد. خب بریم سراغ باز کردن یه پک دیگه از آلیسون بکر بیروز قرمز. خب بازش کنیم. کارت نوروزی میده بچه. این پک مال قدیمه، من 24 تای قدیم خریده بودم. نوروزی همچنان از توش میده. خب پک برچسب مایکل اوون و نمیدونم اون یکی کی بود. زلاتان ابراهیموویچ و استونز. خب زلاتان یه ذره صافکاری میخواد. خب بریم سراغ باز کردن پک آخر، یعنی لامین یامال. و باز هم نوروزی هستش. کی میتونه باشه؟ رونالدو باشه. جان سباستیان ورون اینجا.